شهرداری دوشنبه در میدان مرکزی پایتخت رو برای مجسمه اسماعیل سامانی به نصب ارچه سالینوی شروع کرده است. مسئولین مؤسسه دولتی رکلام بیرونی و آرایش شهر دوشنبه که مسئولیت نصب ارچه را بر دوش دارند میگویند قرار است تا 10 دکبر این ارچه با بلندی 25 متر و پهنایی 12 متر آرا داده شود. سالهای قبل به جای این ارچه نسبتا خرد و آن هم همگی تا 3-4 روز پیش به سال نو آرا داده میشد و چند روز بعد کنده میشد. مسئولین میگویند این ارچه از ارچه های سالهای گذشته به کلی فرق دارد. این ارچه نو است، برای که سالهای قبل هستند ما از روی کنسترکسیون آهنی که می‌ساختیم و با شاخه‌های ارچه طبیعی آورده و با همون الیمنت‌های آرایشی آورده میشد. ارچه امسال از روی تکنولوژی نوی ساخته شده است که ارچه زمان باری اول چنین ارچه در پایتخت اتنما گذاشته می شود و با استفاده از تکنولوژی ایلومیناسیونی و ستادیودی ساخته شده است ارچه. سال نو عید رسمی و مردمی در تاجیکستان روزهای 31 دکبر و 1 ینور از روی عادت از زمان شوروی تجلیل می شود. بعد کسب استقلالیت کشور بخش سنتی و مذهبی جامعه با پرهیز از تجلیل این عید دعوت ها کردند. به اندیشه این گروه سال نو عید مسیحی بوده هیچ عمومیت با فرهنگ ملی و دینی مردم تاجیک ندارد، ولی حکومت تاجیکستان میگوید در برابر احترام به جشن های ملی و مذهبی همیشه از تجلیل سال نو جانبداری میکند. کارشناسان میگویند حکومت دنیویگرای تاجیکستان عید سال نو را همچون رمز صداقت این کشور به ارزش‌های بین المللی حفظ می‌کند. و ساختن پایدیوار چنین ارچه پرحشمت در 3 هفته پیش از تجلیل سال نو مردم پایتخت را به تجلیل پرتنطنه این جشن در دوشنبه امیدوار کرده است. امرالدین علیموف، رادیوی آزادی، دوشنبه.